میکنن. حرکت خوب حالا برای استقلالی ها. فرصت هست برای محسن یوسفی، پاس میندازه، پاس عالی هم میندازه. فرصت برای استقلال، آرش برهانی به بیرون و توی دروازه محسن یوسفی میشه تعویض طلایی پرویز مظلومی و استقلالی ها رو به گل دوم میرسونه. چه گلی میزنه مجتبی جباری، چه حرکتی کرد محسن یوسفی و چه پاسی داد آرش برهانی و حالا چه قوقایی به پا شده در ورزشگاه آزادی. نیمه ورزشگاه آبی و خوشحال، نیمه ورزشگاه قرمز و ناراحت. این ماحصل همه مسابقات فوتباله، بالاخره یکی میبره یکی میبازه. نگاه کنید حرکت خوب محسن یوسفی رو، خوب پاس داد به آرش برهانی، او هم معمارزاده رو خوب دریبل کرد. دیگه نتونست اینجا معمارزاده از پس آرش بر بیاد، پاس به بیرون او و شوتی که در نهایت، نگاه کنید یه بار دیگه این حرکت رو ببینیم. آرش برهانی حرکت میکنه، مدافعان پرسپولیس جا موندن، آرش سر بالاست، توپو میفرسته برای مجتبی جباری و او توپ رو تو دروازه جا